نام خدا و عرض سلام احترام خدمت شما دوستای نازنین. خوشحالم که یک روز دیگر فرا رسید از ماه مبارک رمضان از برنامه افطاری در خدمت شما هستیم. دوستای نازنین، طوری که شما مشاهده میکنیم فقط نیم دقیقه یعنی 30 ثانیه دیگه بمونده با آذان شام که مردم افطاری میکنم. ما دم در رستوران نوید هستیم که ما این بریم داخل سکنیم. نام خدا مگذارم مشتری دارن که از حساب تیره. از شما خواهشمندیم همراه ما باشیم. سابسکرایب تو لایک و شیرم حیات شما نره. ان آذان هم میده. بخیر خوشی. نازنین، خرید دیگ و کفگیر و کباب و شیمه های دیگه است. داخل رستوران نوید هستیم که میبینیم مولا صاحبام اینجا داخل میشم و دیگه دوستام میرم که افطار شده دیگه، فقط نیم ثانیه دیگه بمونده به آذان که انشالله ما هم آذان بدم. خود شما یواش یواش برین که سعی کنیم شخصایی که از صبح روزه داشتم خیلی بالین و سخت گذشته یا آسان همراه ما باشید. دوستای نازنین، به داخل از این رستوران برادرای امارت اسلامی هم هستم که سعی میکنیم اینا چی رقم ما هم به چی روزه رو بخیر واکو بکردم. سلام علیکم. ساعت شما خوبه؟ بخیر هستیم. جان شما جوره؟ جوره بخیر باشید. قربان شما زنده باشیم. نام شریف شما؟ فضل احمد زاکر از ولایت بادغیس هستم. بسیار خوب. وظیفه به شهر اسیرات است؟ به قلی اردو وظیفه داریم ما. ماشاءالله، نام خدا. بسیار خوب. شما خاص به خاطر افطاری آمدیم به داخل شهر یا دیگه کاری داشتیم که آمدیم؟ خاطر افطاری آمدیم. هتل نوید خوب نان داشتم اینجا آمدیم. چند نفره؟ می 3 نفریم. ما می 3 نفریم الان. خب چرا حتما شما با موتر آمدیم یا با لنجر آمدیم یا با موتر شخصی؟ موتر شخصی آمدیم. خب چرا دوستا دیگه هم جا شدم نوردیم؟ به خاطر همین 3 نفر ما دیگه کمی هم طبیعت تاریم از یک اتاقیم. دیگه رفقا مسئولیت داره اونجا پیرو گزمه داریم. به خاطر همین دیگه 3 نفر ما کمی کلفتر آمدیم دیگه. به خاطر از این هم هست که تاون به سر شما خیلی کم تربیه یا بسیار خوب. لالا جان، خود ماه مبارک رمضان اشتنیم از اینکه وظیفه هم داریم، شاید جا شما افتو باشه، چقدر برای شما تاثیر میکنه؟ با ما انشالله روزای خوبی تیر شدیم فعلا تا امروز که هیچی بخی دیگه یعنی درک از زیر نکردیم که گرمی باشه. خیلی خام تشنگی است، کمی تشنه میشه. من خود من کم مشکلم دارم، بازم خیلی روزای خوبی تیر میشه. اما او پیش گذشته تا می اندازه او بخوردیم دیگه، فقط او میخوریم خلاص. شما مثل من میتونم یارش 10 تا نوشابه خانوادگی او باشه من میخورم از زور. یعنی با شما قصه کنم، من دیشب یک کلبنده و تا از شام تا با وقتی چی یک کلبنده خوردم. یک کلبند لیتره خیلی اونیه. دوستای نازنین، شاعر گفته ای شکم فدای تو 100,000 جان و تن من، نون مفت اگر دیدی تا به کرکنک جاکو. سلام دوستای، خیلی معذرت که وقت نون خوردنه. زنده باشین سلامت باشین. نماز و روزه شما قبول باشه. از شما هم همچنان سلامت باشیم. 4-5 رقم
کیچیری و پلا و قابلی و اینا به خدمت شما نه؟ چرا شما فرصت به دوستا خونه میدید؟ چه دوستان همه میخورم پیش من رو بخوردم خود شما مصروفی. نه ما متوجهم شما از او دم اینا اشاره میکنه که فلانی رو سعی کنیم، یعنی من متوجه شم اینا با شما گوشتار لاوالا کنید. نه شما فکر میکنیم حق از اینا نیه؟ هست حق از اینم چرا خب پس چه دیتا میکنیم؟ نکردیم ما این کاره. بدید امورا شطور دوزی هم میگه به پشخام میشه؟ نه بسیار خوب. شما لالا هم خود شما نه؟ نه لالا سیوان بزیمی با چه اینا به می سفره شیشتن؟ دیگه برای اینا تعارف خیلی کردیم دیگه غذای اینا طال نمودن کمک دیرتر شده. یک دمی اگر خدای نکرده اینا می تا آستاسته چون من یک سفره شیشته می تا آستاسته پیشی هم به دل شما مشکل نداره. نه ما خوشحالم میشین که بیام خودمون غذا بخورم. بسیار الله خیلی هم از اینا بگفتن که بیایم بخوریم خودمون نمودم دیگه گفتن غذا ما رو میارم حاله. بسیار خوب. بیشتر وقت شما نمیگنم برای بیننده چون برنامه رو بیشتر کشورها خارج میبینن. توضیح بدیم که چند نوع کیچیری برای شما آوردم، برنج یا گوشتی و چند نوع؟ دیگه سه نوع گوشتی مایچه بوده، کوبیده بوده، پشتی کباب بود، مرغ بود، سه نوع هم پلو بوده، کیچیری بود، قبولی بوده، بریانی بوده. تعاونی بجم تعاونی دیگه بجم خود منه. حقیقت؟ بله. خب دوستای نازنین، خدا کنه که تا این لحظه برنامه برای شما خسته کن نبوده باشه. برنامه افطاریه به ماه مبارک رمضان داخل از این تخت بگم یا آلونک بگم یا یک چیزی بالاخره هست که برادرها مهمانای ما از ولایت قندهارم که اینجا بهم تیپاین و معلوم میشه تشریف آوردم. هی غذا نوش جان میکنم تقریبا یک 5-6 دقیقه بیشتر کمتر از آذان افطار گذشته. لالا جان سلام علیکم. و علیکم سلام. ساعت شما خوبه؟ الحمدلله. اول که معذرت میخوام از شما که سر غذا هستیم. نام شریف خود بگیم. عزیز الله است. عزیز الله. بسیار خوب. دوستا فامیل هم یا همسایه‌ای؟ نه اندواله است. اندواله. فامیل نزدیک نداریم با اینا. این بچه کاکای ما است. این بچه کاکای دیگه اندواله است. بسیار خوب. خب به هرات اینجا کار وظیفی داریم یا میمانی آمده؟ نه کار میکنم، دکانداری دارم. بسیار خوب. بسیار کاروبار چی رقم است؟ خوب است. پیلا خوب است. ماه مبارک رمضان چی رقمه؟ تاثیر میکنه گرمی برای شما؟ یار تاثیر خدا را خوب بازم خوب است. گزاره میشه. خب اشته شد که امشب رستوران انتخاب کردین که آمدین غذا رو به رستوران بخورین، چرا به اتاق خونه خوردین؟ به اتاقم میخورم. خب از این اندوالی میشه و دعوت کده همین نصیب الله گفته امروز میهمانی ما بشی به هتل. خب اونا مهمان آمدن، مهمان شما باید باشم. شما مهمان نه شدین؟ ایم اینجا کار میکنه. آها بسیار. باز با اتاق هم که برین غذا جوره؟ بله بله جور. چند دفعه شما تا صبح غذا میخورید؟ تعصب 2 دفعه. خود شما میگیم غذا هم که برین با اتاق هسته. خب اینجا هم خود سیر میکنیم. سعی کنین نصف گوسپند بینندای عزیز، نصف گوسپند مال داخل از او قوریه. باز میگم با اتاق هم بریم نون میخوریم. بله بله بله. ما مردم شما که از ما بدترین. نه خیلی میخورم. بسیار خوب. خوشحال شدیم از دیدن شما. خیر بینید. تشکر از لطف شما. سلامت باشید. با عزت باشید. خب دوستای نازنین، طوری که پیشتر گفتم داخل رستوران نوید هستیم که نام خدا امشب دوستا خیلی به اینجا تشریف آوردم و
برنامه افطاری دارم. خدا کنه تا به این لحظه برنامه برای شما خسته کن نبوده باشه. دوستا یک چند قدم دیگه هم خود شما میریم میبینین که اینجا هم برادرها امارات اسلامی و دیگه دوستا اینجا تشریف دارم، هی غذا میخورن. تقریبا 20-25 دقیقه از آذان شام گذشته. جمعه جان سلام علیکم. سلام علیکم خانم. ساعت شما خوبه؟ شکر. اول که شما معذرت میخوان که سر نان هستیم. بفرمایید. ساعت شما خوبه؟ شکر الحمدلله. زنده باشیم. خب گپ بزنین که روزه چی رقم تیر شده است؟ روزه الحمدلله بخیر خوب تیر شده بخیر الحمدلله. هوا هم خوبه، وقتی هم خوبه، ان شاء الله تعالی هیچ مشکلی نیست. زیاد گرم نیه؟ نه زیاد گرم نیست الحمدلله. با ما مردم خوبه. بسیار خوب. دوستایی که در کنار شما غذا میخورم اینا فامیلای هم یا اینا فامیلای هم بله، اینا فامیلای اینا قومامونه، اینا هم فامیل میمونه بیامدن. خب ماشاءالله. خب از کجا میمون آمدم؟ اینا میمونه آمده از هلمند از پرا. اینا میمون آمده. میمون شما هستن؟ میمون از من بله. بسیار خوب بسیار خوب. خب چند نفرم؟ هست دیگه همونایی که تو میبینی هست دیگه. او تا اگه حساب کنی کن 500 نفرم به بیرونه. 500 نفر دیگه همونایی که تو میبینی اینا به جمعان. همین سفره. همین سفره. بسیار خوب. خب اشته شد که اینا رو به رستوران آوردیم. نه به رستوران به خاطر بیاوردیم که گفتم اینا از جای دور بیامده که به هرات بیا همینجا یک نون بخوره خدای ما. عزت اینا بیشتر. عزت اینا بیشتر باشه بله. بسیار خوب. خب شما هم گاهی وقتی به جای از اینا میریم به میمونی؟ ما میریم بله. ما که میریم باز نمیتونیم که مثل اینا که پذیرایی میکنه ما نمیتونیم کرد، چون که اینا صبحم یک گوسفند برای ما میکشه، چاشتم میکشه، شوم میکشه. ماشاءالله. نام باز خدا. اینا که بیا ما دیگه همینجا مگه نون هراتی بدیم برای. بسیار خوب. سلام دارم خدمت شما. سلام خدمت شما و بیننده‌های عزیز، جاوید عثمانی و مدیر اصلی رستوران نوید. بسیار خوب. گپ بزنین که خود مشتریات چی رقمی بابت ماه مبارک رمضان؟ در ماه مبارک رمضان خب ماه خیر و برکت، ماهی که یعنی واقعا در ماه آدم نهایت استفاده بکنه و در این ماه شکر خدا این فعلا ان شاء الله که مشتریان ما زیادن و زیاد تشریف میارن، افطاری مهمانی دارن، همراه دوستا گرد همی دارن و در رستوران تشریف میارن. رستوران خب فعلا سهولت‌های برای مشتری‌ها ایجاد کرده که مهمانی‌ها داره، میتونن در همین در رستوران تمام امکانات برای اینا مهیا و پرسنل در خدمت از اینا کلا تشریفات همه هست. بسیار خوب. امشب که واقعا بینندام می دیدم، ما هم دیدیم هر شب بغیر از ماه مبارک رمضان رستوران تا شما همین رقمه یا چاشتام به می شکل؟ قبل از خب ماه مبارک رمضان بازار خوب بود دیگه، ولی ماه مبارک رمضان بیتره دیگه، تفاوت داره حدوده. چند نوع غذا فعلا به رستوران داره؟ ما حدوداً 120 نوع غذا دارن، غذای سنتیه دیگه، شامل قابلیه، کراییه دیگه، پیتزای، غذای فست فود دارین و سایر غذا هست. خارجی هم داریم؟ غذای خارجی هم داریم برای غذای هندی پاکستانیه که غذای هندی و بریانیه که طرفدار زیاد داره و غذای فست فود اینا هم هست. بسیار خوب. اما غذایی که از او گرانتر نباشه، درجه یکی و یک شخصی یا یک سیتیو که یا 4 نفره یا 3 نفر چنده که بیشتر بیننده متوجه بشه؟ معمولا ما در رستوران چند نوع غذا داریم که قیمتی بالاه و غذای درجه اول مانه. از اون جمله که سینی داریم که سینی‌های 5 نفره مانه که زیاد مشتری سفارش میدن. یک غذای تنوری داریم که ران و دست و گوسفند قوم میشه، هر کدوم 1 کیلو قوم میشه و یک غذای دیگه که داریم کرایه به نام کرایه گوشت گوسفند، کرایه شینواری در کل میگن، اون هم طرفدار زیاد داره.
ناگزیریم که به اینجا با شما خداحافظی کنیم. رستوران نوید حیات شما نره به گردی پارک دنیای کباب که میگم دیگه، همی کلا گردی پارک به جام دنیای کبابه. فقط فکر کنم که درجه یک رستورانتیه. حتی ما خیلی شخصای برادرای امارت اسلامی زیاد بیشتر اینجا تردد میکنم، از زور غذای نابرابر و پرسنل اینا واقعا زحمت میکشم. خب دوستای نازنین، تا شب دیگه که فردا شب باشه، کجا نصیب و قسمت باشه، شما رو به الله پاک میسپاریم. خدا کنه که لذت کافی را از این برنامه امشب افطاری برده باشیم. خدا حافظ و نگهدار همه شما باشه.